آیا بار سوم عرض میکنم، آیا حاضرید با مهریه معلومه؟ صبر کنید. این زن خیانتکاره. اون جلوی چشم همه با یکی دیگه در رابطه است. خوشحالم خانوادم نیومدن این صحنه رو ببینن، حتی همه فامیلام هم تقریبا هیچکی. احمق کجایی؟ دارن دنبالت میگردن. چی شده؟ مراسم تو طبقه پایینه. شت، با عروس و همه چی؟ بله. با شام و ژله و اینا دیگه؟ بله. تو مگه دختره رو ندیدی تا حالا؟ نه، از اینترنت پیداش کردم. از تو اینترنت مستقیم اومدی تالار؟ دختر بود دیگه، کافی نیست؟ باورم نمیشه. پس شما بدون من برید، حالا در تماس. بای بای. بودو. آیا حاضرید با مهریه معلومه؟ بله. مبارک. ای دختر باز، مچتو گرفتم. از فردا دیگه با من میای سر کار. بابا تویی؟ شت. تا عروسی اومدی؟ میخواستم ببینم دختر بازی میکنی یا نه. تو صدای دخترونه در می آوردی؟ بله. وقت پرسیدم چی تنته تو گفتی شورت. بله. بعدش بله. حالا شما تا این حدم همکاری نمیکردی اوکی بودا؟ نه خب باید طبیعی میشد. طبیعی که اگه بحث فیزیک نبود تا بچه سوم پیش میرفتید. احمق دختر باز. ببین همون موقع که عروس رفت کوله رو خاموش کرد باید شک میکردیم. حالا اشکال نداره دایی جان، شام ما چی میشه؟ 3 دفعه پیش که دادم، اینم میرم دیگه. 3 دفعه؟ ببین باید یه روشی پیدا کنیم که باباتو بپیچونیم. آره باید یه نقشه بکشیم. منو میخوای بپیچونی پوفیوز؟ شت. باید به اینکه یه هویج دیگه هم سر میز شک میکردیم. آره. تیمی مس